این سوتین و این شورت رو میخوام بندازم جلوی آلمانیا تا ببینم ریاکتشون چیه. حتما کانال ما رو ساب کنید، حمایت کنید، زنگوله رو بزنید تا بریم سراغ کارهای بعدی. What? What? چطورین رفقا؟ حالتون چطوره؟ اینقدر سوتین انداختم که دیگه این شهر برام تکراری شده. دوباره انداختم جلوی دو تا دختر. آره دقیقاً. یوسف هم فیلم بردارمونه. یوسف چطور بود؟ عالی بود. یعنی ببین بعضیا انقدر پاره شدن از خنده که نگو، ولی بعضی دیگه اجازه نمیدن پخش بشه، میگن پاکش کن. میگم ما پاکش میکنیم و رضایتو میگیریم که همه راضی باشن. بچه‌ها ما تازه وقتی ویدیو رو بهشون میگیم دور وقتی میخندن، ما که میریم صدای خنده هاشون هنوز بلند میرسه به گوشمون. یعنی اینقدر خیلی، یعنی آره، یعنی باید قشنگ پشماشون میریزه. یعنی باید یه نفر دیگه باشه و مثلا دوباره ویدیو خنده بعد از ما که رفتیم رو بگیره. حالا ما سعی داریم توی شهرهای دیگه هم بریم بگیریم. آره حتما. آره ایده ای چیزی دارید که بشه اینجا انجام داد بگید ما حتما ببینیم با حال و اینا بررسیش میکنیم که چطور باید بسازیمش. حتما اجراش بسازیمش. خلاصه میتر کنیم. با دوستاتون این ویدیوها رو به اشتراک بذارید. به خدا الان 5-6 ساعت همین یونس داره میدوه اینجا تو خیابون. خدا راه میره. انگار دو میدانیه. آره بعد تازه خیلی از اینجا راضی نمیشن. پاک میکنیم. چرا قرمز صاف کن. پاک میکنیم و خیلی زحمت براش کشیده میشه. لطفاً بفرستید برای دوستاتون، برای بقیه اونا هم بخندن، حال کنن، به ما انرژی بدید که ما هم براتون بیشتر به خیلی تعرق شدم. این هوای سرد شدم. خیلی هم قشنگ اینجاست. قایمش کردم تا ببینم سوژه‌ای بود دوباره واسهتون بگیرم. خیلی مخلصیم. Back